درود به شما دوست عزیز. در این قسمت از برنامه میخوام روی گارد قرار بگیرید و در جا بالا پایین بشید. بهش میگن رقص پای ارتجاعی. بعدن لخت ارتجاعی در جا. بعدن لخت زانوها یک کم شکسته میشه و دوباره صاف میشه. اینو چند جلسه، 3 جلسه تا 4-5 جلسه تمرین کردیم. بعد به جلو، عقب، چپ و راست به صورت رقص پا حرکت میکنیم. خیلی آروم. در جا، بعد قدم به جلو، 2 قدم، دوباره در جا، 2 قدم به عقب، در جا. بعدن لخت باید باشه، چپ، راست، 1 2 1 2. بعدن لخت 1 2 1 1 2 1. همینجور بدن تو باید کاملا رها باشه و لخت عضلات برن بالا و پایین و زانوها کمی شکسته بشن به داخل.